بسم الله الحمد لله. من حجوی 46 گروه ما به شهر مدینه و مسجد نبوی من صلی الله علیه و سلم من اومدیم. ان شاء الله الله مهربان قدمای مبارکات عبادت کنه دوام کنه. در سالهای آخر با فرمان پرزیدنتمون با خلق ازبکستان بسیار شرایط‌های فراهم آورده شدند. یکی از آنها به همون سفرهای حج رفته آمده زیارت کردن آن است. من در ناحیه ما مسلم تور فرمه خصوصی تشکیل کرده شده است که یک چند سال این جانب مردم سرخ زمین را با زیارت‌های حج برده دور زنانده خرس‌های مسلمانه اجرا کرده استادن. ما یک گروه حاجیان از ناحیه سرخ 72 نفر اینک اومده امروز با گسیس‌ها جور شده اولین زیارت خود را سر کرده استادیم. باور کامل داریم که این سیاحت ما بسیار خوشرو و نغز میگذرد. من از فرصت استفاده برده اهل عائله، خویش تبارها، اقرباها، اهل سرخ زمین، اهل تمام مردم ازبکستان را با همین زیارت آمده دم گرفته زیارت کردنشون را طلب میکنم. دیمش به همه آنها همیشه صحت سلامتی در کارشون فقط آمد کار میخواهم. همیشه مردم سلامت باشند. آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا به گذشته پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اینجا همه باید آمدیم. همه عبادت مایا نمازی خواندگی مایا و درگاهش قبول گرداند پروردگار و همه رجا کند. دیگه هر یک انسانی که بنده مومن و مومنه باشه اینجا نصیب روزگار میاد. در قطار و اینجا اشتراک کرده همه اهل مکتی بار دیگر همینجا نصیب روزگار میاد پروردگار. جمعی گذشته مومن و مومنه باشه، مسلم باشه، رحمت کند، جاهاشون جنت کند، ایماناشون همراه کند، روحاشون شاد گرداند پروردگار. دیگه باقی مانده زنده های بنده مومن و مومنه هاش در پناه عظیمش خودش نگه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسولنا محمد و علی آله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. زمانمو تین شود، خوشمو عادل شود. رزق با این واقعه برآورده موندیدون هم میکتم رحمت. زیارتمو خدا و قبول شود پروردگار. هم میکتم پیر با دولت شودم. با بیایم همینجا و خرجمو قبول قدر بچه موی خدا نگه دارد. پروردگار همین حج آمده می به درگاهش قبول کند. همین دنیا جان با این فرزند صالح مومنیت. الله اللهم آمین. کنک جانمو سوخ شود، آمدگمو راست شود. همون سوخنگو های الهی قدمش همینجا مونونه. پروردگار بخرسنده اومدم خانه های خدا ده پروردگار همین دعا هموی اوله به درگاهش قبول کرد. لهم همه موی بچه کسی موی بیاره پروردگار رحمت مون. بسم الله الحمد لله. من حجوی با شکر الله که الحمدلله رب العالمین حمد ستایش بر الله مهربان که چند ساله آرزوی من شما بود مسجد نبوی و قدم رنجه کردم. ان شاء الله قدم های هر یک شما الله مهربان با برکات گردونه. در مدینه منوره اهل علم میگن که 5 جای زیارت های زیارت کردنش سنت. یعنی من شما ان شاء الله در اینجا 5 جای زیارت میکنم. 2 قبرستان، 2 مسجد و 3 قبرستان زیارت کردنش سنت. ان شاء الله ما حاضر در قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم قریب شدیم. همون
رو پر مقبره که میبینید در همونجا تگشنده قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. انشاءالله ما مردها امروز زیارت میکنیم. در اومده حضرت در این مسجد، مسجد نبوی، 2 رکعت نماز تحیه مسجد، 2 رکعت نماز نفل میخونه. رسول الله صلی الله علیه و آله کدام مسجد به نداریتون 2 رکعت 3 در حق مسجد نماز خوندون. با اینجا بینید که 3 مسجدی است که مسجد هر یک رکعت نماز خواندگیش قدر دارد. در این مسجد 1 رکعت نماز خواندگی من شما 1000 رکعت کت برابر اوجای محترم. 1 رکعتش. بینید که الله سبحانه و تعالی من شما جیغ زد. انشالله در همینجا چی کنیم؟ عبادت به مستحکم شیم. اهل وطنم یا خلقم یا همسایه های همشون دعا کنیم انشالله. هر یکی هموطنم همینجا مثل من شما چی کنن؟ عمره کنن. یعنی هر یک بنده های الله به نیکی کنیم انشالله. اینجا جای توبه ها جای محترم. توبه نصوح کنیم. اول سنو کتی سی گفتم نقشه مکه. سواتوی پتویم انشالله. مردهای هم یک دیگره که مستحکم شه انشاءالله. سلاحهای رحم نگه داشته. الهی من پروردگار دعا میکنم که پروردگار الله سبحانه و تعالی من شما چخیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان گفتن کسی که طبق سنت من گفتن عمره کرده برمیگردد بر وطنش مثل کودک نوزاد از مادرش تولد شده برمیگردد. دعا میکنیم که الله مهربان هر یک من شما گناهان مغفرت کند. فرزندای ما اهل و الهام ما کیلندو ما چخیل همه‌شون همینجا مثل ما اومده عمره کردنشون نصیبتور گرداند. چکلی که نیتوی نیک داشته باشیم الله مهربان برآورده خیر گرداند. به فرزندای اسلام و فرزندای صالح نصیب گرداند. دردار ما دردشون به شفای عاجل شفا کامل الله نصیب گرداند. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم. من حاجی‌های 46م گروه ما با شهر مدینه منوره اومده رسیدن. من زیارت ما سر شد انشالله. سکین بیایتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من حمد ستایش بر الله مهربان که من شما چند سال آرزوهامو بود، چند روزه آرزوهامو بود. من نیت میکردم که عمره کنم. من خانه مسجد نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیمفته. الله مهربان من شما سیکات نصیب کرد. من این یک نعمت کلان که امروز من شما رو برای مسجد نبی الله شدیم. یعنی این مسجدی که میبینید مسجد غمامه میگود نومشه. الغمامه یعنی معنوش الغمامه ابر. وقتی که دور رسول الله صلی الله علیه و سلم انده کمتر درباره مسجد معلومات میتیم. بارون نشد. یعنی چند ماه شاید بود، چند روز بود که بارون نبود. آنها از سبب بارون نبودن گرسنگی شد. یعنی میدونید که به سبب بارون بسیار چیزها چی میکند میرویند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بینید که صحابه ها که دوستان الله بودن، الله به نزدیک بودن، بر اومده چی کردن؟ در همینجا نماز استسقا افتاده نماز های یعنی 2 رکعت نماز خوانده از الله مهربان رسول الله صلی الله علیه و سلم دست برداشته دعا کردن. حتی عالم ها میگن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستشون حال نپرتافته چی کرده؟ بارون باریدن. ابر اومد همینجا بالای همینجا ابر پیدا شد سکت به اذن الله کتی بارون بارید. برای هوای اینجا مسجد غمامه میگن اینجا حاضر نماز نمیخونن. اما قبل وقتی که بارون نبود در اینجا صحابه چی کردن؟ مسجد نماز استسقا خوندن.
این چی فایده میبره؟ من بینید که صحابه ها وقتی که یگان مصیبت بیاد چی میکردن؟ نماز خوانده چی میکردن؟ از الله مهربان دعا کرده میپرسیدن. الله مهربان سفرومه سکنه زیارتومه بردوام کنه. روزه نگه هر تلفن بده. شک کنی؟